همه میدونن ما خیلی سال تو آسایشگاهیم جمشید. ما قبل همه اومدیم، واسه خودمون پخی بودیم، یعنی فارسیمون خوب بود، یه دستی هم تو ریاضی داشتیم، تقلید صدا، گروه سرود، مسابقات خط، نقاشی، همه چی اول میشدیم. راه میرفتیم گردن افراشته این ور حیاط به اون ور. تو بگی اگه اینقدر محل به دنیا میذاشتیم. یادت رفته از بس دیگه نبودیم، جوان اول آسایشگاه بودیم تا دلبر اومد. گفتیم خب منطقیه دیگه، یه خانومی با این کمالات، بافتنی، لاک قرمز، خوشگل عین ما هم که اونجور باید عاشقش شیم دیگه. اومد قبل اینکه سلام کنه گفتیم شمایلت چی نیکوست، خندید گفت مال شما بهتره، رفت. هفته بعد باز دیدیمش، گفتیم اسم چی بود؟ گفت دلبر که جام فرسود از او. گفتیم مگه تو هم بلدی؟ گفت اسممه، رفت. این رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود. از فردا دیگه نشد از یادش منفک بشیم. نگاش کردیم، نشستیم روبروش که از دور پاییدیم، واسه زیر لبی دو بیتی گفتیم، رفت اومد کردیم، طنز پارسی انداختیم در جلوت و خلوت. راه رفتیم رو ریل نیلبک مهرهای پوش، کودکان تو همان آغوش خیش وقتی کسی حواسش نبود، تو گرما سرما شبان و روزا پشت خط موزاییکا، جلوی شمشادا وایساده خوابیدنا نیمه شبا، قمرها عقربها تو سیگاری کبریتا. تو هم خیلی اسیر کردیم، باز ببخشید، اما نحسی افتاده بود، هرچی آب میجوستیم تشنگی گیرمون میومد. واسه چی؟ تو فهمیدی؟ آخر یه روز رفتیم دمش بهش گفتیم ببخشید چته؟ گفت ما چطوری چی با منی؟ گفتیم بابا صاحب حسن در وفا کوش خودتو نگیر، ما خیلی سال اینجاییم، تو که اولی نیستی، ولی ارزش نداره. نرفت تو خرجش، اون ور نگاه میکرد، فکر کردیم نکنه دنبال دومادمون فرفری هست، نکنه موی ما حالا مد نیست، نکنه زور پیاز زیاد خوردیم، نکنه اون بیت آخری زیادی بوده، نکنه میخواد قیمت زیاد کنه، نکنه دیوونه است، نکنه یه چیزایی از ما نمیدونیم. یادت اون روز تو راه رو زدی تو گوشم جمشید، گفتی بیدار شو از خواب آدم ساده، خبری نیست. شبش رفتیم تو اتاق کردیمش تو پا گذاشتیم بالای تاقچه. همین بالاخره ما یه رفیق بیشتر نداریم که، باز گوش میکردیم دیگه. سختم بوده ولی کردیم دیگه، بوسیدیم گذاشتیم کنار که نه تو تاقچه. اما خب نمیشد دیگه، میدیدیمش، یه وجب آسایشگاه.